حرف خودتو مرزاد هستم. خب سن 40 مربیگری. نه اختلاف سنی زیاد. چند خود؟ 83. خب آیده چی؟ اختلاف سن و شغلشون. اختلاف سن و کلا. خود معرفی کنم. مهرانم 30 سالم 73. خب شغل چیه؟ شغلم هم کار خلوت داره. طلاق. این کلیپی که الان دیدی من کاری ندارم به اینکه ساختگیه یا نه، ولی خواستم بهت بگم ذات 90% مردم جهان الان اینه. هیکلت، ظاهرت، قد بلندت واسه اینا مهم نیست. شاید الان که سنت پایینه، ظاهرت خوبه، نمیدونم هیکلت اوکیه باهات باشن، ولی همین آدما وقتی فردا 30 سالت شد، وقتی رفتی رو به پیری و رفتی رو به اون فرسودگی، همین آدما هم جواب سلامتو نمیدن. از نظر اینا هم کنسل میشی. پس به نظر من سلامتی و پول و جوونی تو به خاطر هوس نده بره. شما 5 سال نهایت 10 سال بتونی کمر به پایین خودتو نگهداری، حداقل اگرم با کسی رابطه برقرار میکنی محدودش کن. بعدش ببین چقدر تو پولدار میشی، چقدر موفق میشی، چقدر به آگاهی میرسی. تو این دور زمونه 10% آدمو بسازن. نمیگم همه هم مثلا اینجوریان، ولی 10% آدمو بسازن و خوبن و وفادارن و دنبال تکبریان، آهن پرست نیستن، پول پرست نیستن. ولی از اون 10% هم مطمئن باش گیر ماها نمیاد. ماها اگه شانس داشتیم تو این جهنمی که الان توشیم به دنیا نمی اومدیم. این همه کشور ما تو این جهنم داریم زندگی میکنیم. پس مطمئن باش کسی که قرار بازی رو عوض کنه تو میتونی برنده باشی اگه بخوای و بتونی جلوی خودتو بگیری.